آیا می‌دانستی در تاریخ قومی وجود داشت که فساد را افتخار می‌دانست و پیامبرشان را مسخره می‌کرد؟ قومی که زمین زیر پایشان واژگون شد و از آسمان سنگ‌هایی فرو ریخت که برای هر گناهکار نشانی داشت. این افسانه نیست، این داستان قوم لوط است. من روایت‌های پنهان تاریخ و هشدارهای قرآن را بازگو می‌کنم. اینجا جایی است برای بیداری دلها. قوم لوط مردمی بودند با شهرهای آباد، اما دلهای ویران. گناه پنهانی نبود، علنی شده بود و زشتی قانون شهر. خداوند از میان خودشان پیامبری پاک و صبور فرستاد، لوط علیه السلام. نه بیگانه بود نه دشمن. سالها دعوت کرد، هشدار داد و گفت ای قوم من، آیا کاری می کنید که هیچ قومی پیش از شما نکرده است؟ اما پاسخ چه بود؟ تمسخر، تهدید و یک جمله خطرناک: اگر راست میگویی عذاب خدا را بیاور. وقتی جامعه‌ای به جای اصلاح پیام‌آور را میراند، دیگر سقوط آغاز شده است. وقتی گناه عادی شود، دیگر هشدار شنیده نمی شود و این آغاز سقوط است. شب سرنوشت فرا رسید. فرشتگان الهی در هیئت مهمان وارد شهر شدند. قوم با نیت‌های پلید خانه لوط را محاصره کرد. لوط فریاد زد از خدا بترسید، اما گوشها بسته بود و دلها مهر شده. فرمان الهی نازل شد: ای لوط، در دل شب خارج شو و به پشت سر نگاه نکن. سپیده که زد، زمین لرزید، شهرها واژگون شد و از آسمان سنگ‌های سجیل فرو ریخت. سنگ‌هایی سوزان، نشاندار، دقیق، نه کور نه تصادفی. نه خانه‌ای ماند، نه قدرتی، نه فریادی. قرنها گذشت، اما داستان تمام نشد. امروز هم جهان با پرونده‌هایی روبروست که پرده از شبکه‌های تاریک فساد برمی‌دارند. نام‌ها فرق می‌کند. زمان عوض شده، اما الگو همان است. رسوایی‌هایی که نشان می‌دهد چگونه قدرت و ثروت می‌تواند گناه را پنهان کند، تا روزی که حقیقت خود را نشان دهد. قوم لوط یک قصه کهن نیست، آینه است روبروی امروز ما. قوم لوط نابود شد، نه از نادانی، بلکه چون حقیقت را دیدند و پشت کردند.